نمیشود ازای خیلی کار. ما الان خیلی ملتی تاجیک کشیم، ما خودمون ملتی تاجیک کشیم. وقتی دیدیم یک کمتر یک آدم آبرو پیدا کرد حتما کار میکنه که بخوره چشش قاق کنه. برای همین هم خداوند ما را همین خیلی سمرقند و بخارا ما را گرفت برد در یک کوه، ما بین یک کوه ما را جا کرد. 96% تاجیکستان کوه است. گفت همینجا تاجیک باش. برای چی؟ فقط کنکاوی یکدیگر را داریم. عزت امان برای مردخور پول جمع. مرده امروز در مارگاه خواب است. مرده ها در مارگاه خوابن، بیچاره ها بی صاحبن چیکار کنن؟ کجا روند؟ عزت امان نه بیزنسمن است نه صاحب کار است نه هیچی. ما کی داریم؟ ما ملت داریم. ما شما را داریم، مردم را داریم. وقتی برای من مراجعت میکنن آبی چشم من کجا روم؟ ما که میلیاردر نیستیم. همین هم دیده نتونستن. به خدا قسم برای من گفت یک نفر که مال مرده تاجیک در مار پوسیده رود ولی تو چخانه شد. مال مرده از پوست تاجیکه ولی تو پول جمع نکن، ولی تو راهی نکن مرده تاجیکه. من هیچ فراموش نمیکنم اینا. متاسفانه 70% انمو گلسوک دارای ما همین کارند. مال مرده تاجیک پوسیده رود ولی تو این کارا نکن. زمانی که در همین مرز در قرقیزستان جنگ میرفت و پگرانیشنیکای ما را کشتن، شهید کردن همین قرقیزا، ما را ناموس لغت کرد و من گفتم که اگر لازم شود حکومت اجازه دهد 10,000 نفر را گرفته میریم مرز. من به خدا من شب خوابم نبود. این چی گپ است؟ هر روز در اونجا تاجیک میکشند. ما این اعلام کردیم، ما این اظهارات کردیم. همین تاجیکای ما همین اظهاراتای ما را گرفته چیکار کردن؟ عروسی پیرواد کردن در همه جا. حاضیچی با یک کمپیری عروس والنتینا چوپیک با 4 تا همین سگ بچه تاجیک در گرد همون گپای ما را همش پیرواد کرده برده در والنتینا چوپیک در گروه میگرانتی حکومت روسیه تا مراجعت کرده است که عزت ما را گیره ترمه کنه به خاطر که 10,000 تاجیک قرقیز کشی میبرده است. کاری کی است؟ متاسفم کاری تاجیک است. همین سال 1917 هم کاری تاجیک بود. وقتی زمین ها را تقسیم کردن تاجیک آمد گفت که در بخارا و سمرقند تاجیک نیست و همین خاطر زمین تاجیک را گرفتن چی؟ ازبکستان کردن. امروز هم که میبینید هیچ چیز عوض شدگی نیست. حدیث قدسی است که خداوند میگوید کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. ها چی میگوید؟ پیغمبر خدا میگوید، خداوند میگوید که همه عمل فرزند آدم از برای خودی وی است مگر روزه از من است، زیرا که بنده از خاطر من نه طعام میخورد نه شراب مینوشد نه همراه زنش خانه‌داری میکرد، همه از برای من است. از این خاطر جزا و مکافات آدم روزه‌دار من خود میدهم. خداوند خود وعده کرده است لأن الحسنات مجتمعة و طاعت مقبولة و دعوات مستجابة و الذنوب مغفورة و الجنة مشتاقة لهم. صاحب کتاب میگوید زیرا اینکه در ماه مبارک رمضان نیکی های شما 1 به 700 ضرب کرده می شود. تمام طاعتی که شما نیم کاله هم که انجامش میتین خداوند اون قبول می سازد. دعایی که شما به سوی خدا میبردارین دست هاتون طلب بکنین خدا قبولش میکند. گناه های شما را خداوند مغفرت میکند. بازم همه این چه است؟ جنت مشتاق آدم روزدار است که آدم روزدار در داخل خودش جنت به اذن الهی جای میکند. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. پیغمبر میگوید وقتی رمضان آمد درهای جنت باز کرده میشوند، درهای آتش دوزخ بسته میشوند و شیطان ها در تمام روی دنیا بسته میشوند. در این 1 ماه تمام مردم مسلمان از شیطان ایمن هستند. اگر کدام از ما و شما را خداوند نصیب کرده باشد در این ماه سفر ما و شما را به سوی آخرت، از روی وعده پیغمبر خدا درهای جنت برای ما و شما باز کردگی هست. ما و شما راستن به چی میریم؟ وارد جنت میشویم. از عذاب خدا به حرمت این ماه مبارک ما و شما ایمن میمونیم. انشاءالله در باب این فضیلت های ماه رمضان با شما صحبت ها میکنیم.
الحال میخوام یک چند مسئله را که خیلی ضروری هستند، مسئله های داخل به ماه مبارک رمضان هستند، برای شما قرائت میکنم. گوش اندازیم تا که کدام عملها روزه ما و شما را میشکند، کدام عملها روزه ما و شما در هیچ خللی ندارد، کدام عملها در روزه ما و شما نقص میارد. انشاءالله الحال به شما خوانده میدهیم. من جامع او جمع في احد سبيلين او اكل او شرب غذاء او دواء عمدا قضى وكفر كالمظاهر وهي بافساد اداء رمضان لا غيره. کدام مردی که با زن خود خانه‌داری میکند در ماه رمضان یا در ماه رمضان خوراک میخورد یا در ماه رمضان آب می نوشد، غذا باشند، یعنی بدن انسان از استفاده این قوت پیدا کند، او دوا یا اینکه دوای را استفاده میکند، یعنی چیزی نباشد برای درد دندانش باشد، درد سرش باشد، درد دستش باشد، دارو میخورد. اگر اینها قصدن باشند، یعنی روزدار بود و بعدن چیکار کرد؟ خیلی هیچی گپی ندارد گفت، گرفت با زن خودش خانه‌داری کرد یا طعام در پیشمان خوردن گرفت یا از آب نوشید بی پروایانه قصدن، اینجا شریعت از روی قرآن هم حکم میکند که این بنده در نزد خداوند گناهگار شد. در این یک روزی که وی خورد 2 ماه و 1 روز کفارت بدهد. اگر همین 2 ماه و 1 روز روزه ندارد، کفارت چه ندهد، در نزد خدا ای اولا روزدار نیست و در نزد خدا گناهگار است و البته از حساب این اعمال بدش در نزد خداوند گناهگار می شود. کفارتش انا همین است. در 1 روز قصدن کسی که می خورد، یعنی جورته میگه ما و شما استفاده میکند، کفارت میدهد. مثل مظاهر گفت. مظاهر کی هست؟ مظاهر در کتاب زهاری، کتاب طلاق میگوید که مظاهر کسی هست که یگان اعضای زنش را به اعضای زنش مانند میکند. مثل میگوید که سینه های تو مثل سینه های مادرم هست، یا شکم تو مثل شکم مادرم هست، یا پای تو یا ران پای تو مثل ران پای اپم است. اگر به اینها تشبیه داد، این مردم تا کفارت 2 ماه روزه نگیرد به زن خود دیگر نزدیک شد. کفارت فقط در همین ماه مبارک رمضان است. اگر کدام ما و شما اگر از ماه رجب روزه بگیریم، از ماه شوال بگیریم، اگر قصدن هم که بخوریم، اینجا در 1 روز قضا میگیریم، کفارت در گردن ما نیست. و این روزهای نفلی هستند، اونا فرضی نیستند. فقط کفارت برای همین روزهای فرضی هست. در 1 روز روزه میگیرد، در کدام حالت؟ اگر خطااً روزه را بخورد. مثل دیروز ما قید کردیم که شما در ماه مبارک رمضان غرغره آب نکنین. اگر مبادای غرغره آب کردین و آب به حلق شما رفت، در 1 روز روزه میگیری، کفارت ندارد دیگر. کفارت فقط برای آدمی که قصدن میخورد، برای آدمی که نافهمیده در حالت همان غرغره کردن آب که رفت، این صورت در 1 روز روزه میگیری. یعنی ماه رمضان که تمام کردی، بعد رمضان عید که گذشت، بعد عید چند روزه که مثال خطا 1 روز خطا کردی، 2 روز خطا کردی، چکار میکنی؟ 1 روزی روزه میداری. او مکرهن، یا اینکه کسی تر مجبور روزه را میخراند، مثل دوره های پیشگونه ای که مردم روزه میخراندند. کسی که اگر یک در حلق شما روزه را مثال طعام میریزد یا آب میریزد، شما را قصدن روزه تون میخراند، در این صورت هم شما در 1 روز روزه میگیرید.
او فعل بزن انه لیل، یا گمان میکند این که شب است، یعنی در خانه نشستگی طعام خورده است، فکر میکند که تا حال شب است، بیرون میشود که الک روز شده است. این آدم هم چیکار میکند؟ در یک روز روزه میگیرد. یا در یگان بدن ما و شما اگر جراحی باشد، در همون داخل جراحی که مثال سوراخی دارد، اگر در سوراخی ما و شما دارو بگذاریم، در این صورت هم در یک روز روزه میگیریم. من عباره‌اش نمیخوانم، هم ترجمه میکنیم. یا در موضع هایی که سوراخی دارد، مثل سوراخی بینی هست، مثل سوراخی خواب گوش هاتون هست، اگر در همین ها هم که شما دارو را اگر داخل کردین، روزه شما را میشکند. مگر صاحب فتوا میگوید که اگر در چشم کسی دارو بچکاند، این روزه را نمیشکند. در چشم روزه نمیشکند و در دیگر سوراخی هایی که در وجود انسان است، اگر دارو را شما جا کنین، روزه شما را فاسد میکند. من غیر المسام گفت، یعنی در جاهایی که سوراخی نیست، مثل پشت دست است، شکیدن یگان مزه است، وازلین است و دیگر چیزایی که استفاده می، اینا باکی ندارند. اینا در روزه ما و شما هیچ نقصان نمیرسانند، مگر در حالت میرساند تأثیرش که اگر همون زخم چقر باشد یا سوراخی دارد که در داخلش ما و شما همون دارو یا تبلیت کرده مثال می اندازیم. یا اینکه سنگ پاره میخورد، این دم در یک روز روزه میگیرد. یا با پری دهان میپرتاید، این دم در یک روزه میگیرد. اگر به شرطی که خودش قصدن کرده باشد پرتاید، این صورت در روزه میگیرد. لیکن اگر خود دل میشورد، دل شراک میشود و میپرتاید، این صورت در روزه شما شکستگی نیست. قصدن اگر شما خود دلتون شورانده و پرتافتین، با پری دهان باشد، این صورت در یک روز روزه میگیرین. اگر نافهمیده روزه گرفتین، نافهمیده روزه را خوردین، رسول اکرم چی گفتند؟ من نسیه و هو صائم، کسی نافهمیده آب نوشید یا طعام خورد یا یک دوای را استفاده کرد، فاکل و شرب فلیتم صومه، پیغمبر خدا گفت روزش تمام کنه، فانما اطعمه الله و سقاه. برای چی؟ زیرا که این طعام و این شراب خداوند بر او داد، این ضیافت خدا بود، این مهمانداری خدا بر بنده بود. کسی که نافهمیده میخورد خوش به حالش، کسی نافهمیده اگر استفاده کرد همان روز باور کن برای باید خرسنده حد کنار نداشته باشد، زیرا این ضیافت خداست. اگر نافهمیده ما و شما خوردیم، خطاً نه بلکه نافهمیده، آدم فراموش میکند، گاه که من روزدار نیستم میخورد، اینت شما تصور کنین که خدا شما را ضیافت داد، شما بنده دوستدار بدهید. او احتلمه، یا مثال آدم روزدار روز خواب میکند، خواه شیطان مثال فندش میزند، یا اینکه مثال در خوابش یگان خواب میبیند، بیدار میشود که احتلام شده است. در این صورت هم روزه شما شکستگی نیست، رفته غسل جنابت کنین. آوازی کردن بر روزه هیچ ضلال زیان نداره، رفته آوازی تو نمیکنین، غسل جنابت میکنین و روزه شما را نه میشکنند، نه کفارت دارد، نه قضا دارد. او نظر فانزله، یا اینکه اگر به سوی زن خودت نگاه میکنی و شهوت کشاده میشود، همون احتلام میشه، این صورت هم در روزه تو ضلال نیست. یا اینکه در دهان شما غبار میدراید، چنگ خاک میشود، در دهان شما هم چنگ خاک میدراید. او دخان، یا اینکه بعضی آدم های اصلا زکام میشوند، مثال سیپندود استفاده میکنند، یا نزد چکدان باشند نان میپزند. خب خلاص کدام نوع دودی که نباشد، اگر در مشام شما، در دهان شما که داخل شد، اینم در روزه شما هیچ نقص آوردگی نیست. او ذباب حلقه، یا اینکه پشه که در حلق شما داخل می شود، اینم روزه شما را نمیشکند. اگر بوسه کند، یا زن خودش را بوسه میکند یا میساس میکند، اگر اینزال شود اینجا قضا میدارد، زیرا که در ماه رمضان فقهای ما و شما میساس کردن بر زن و بوسه کردن زن
اگر خوف شهوت باشد منع کردن. یعنی انسانی که خودش اداره کردن نمیتواند، میداند که بعد بوسه یا بعد میساز دادن زن ممکن است که مثال کار به حد کلانش برساند، این صورت چیکار میکند؟ وای باید که احتراز کند، وای باید نه بوسه کند و نه چی کند، نه میساز کند. میگه عایشه صدیقه یه حدیث روایت کردگی هستند در صحیح مسلم میگذرد، میگه گفتم پیغمبر خدا در ماه رمضان بعضی از زنهایش را بوسه میکرد و بعضی از زنهایش را میساس میداد و میگه خنده کرد. صحابه ها فهمیدن که همین خود عایشه بود که رسول الله همین عایشه را در کنار خود میکشید، میبوید، بوسه میکرد، لیکن رسول اکرم بود و ایمین از شهوت بود. از این خاطر کسی ایمین از شهوت هست برای باکی ندارد. لیکن اگر ایمین نداشته باشد، خوف داشته باشد که ممکن است که مثال کار نتیجهش ناخوب شود، در این صورت باید که دوری بجوید. آن چیزی که میگه در دندانهای شما از خوردن سحر باقی ماند، اگر کمتر از دانه نخود باشد شما او را به زبان خود حرکت دهید و فرو برید، اون روزه شما را نمیشکند. مگر در کدام حالت میشکند؟ وقتی که بدن همون زبان ما و شما میبراریمش و نگاهش میکنیم که مثال از نخود دیده کمتر است، خانان است، خایگان نوع اطعام دیگر است، بعد اگر فروش بریم این صورت در روزه ما و شما را میشکند. اگر نادیده با همون زبان حرکت شدیم فروش بریم، این صورت در روزه ما و شما نمیشکند. با خایدن دانه کنجیت هم صاحب مسئله میگوید که روزه انسان نمیشکند، زیرا که دانه کنجیت خودش بسیار حدش اقل از کم است، با خایدن خودش در همون گوشه های دندان باقی میماند، او به حلق هم دیگر نمی رود. از این خاطر اگر دانه ارزن وارد چیزی که اگر در حلق شما رفت و او را خایدین هم که فرو هم که بردین، روزه شما را نمیشکند. و پرتافتن بر شما ذکر کردیم که اگر مبادایی که بر دهن شما آمد پر و شما او را دویم باره باز اگر داخل فرو بردین، اینجا روزه شما را میشکند. مکروهات چی هست؟ چشیدن در روزه ما و شما کراهیت دارد. چیزی نباشد از طعام باشد، اگر ما و شما برای چشیدن که وای شور است، وای تلخ است، وای شیرین است، در این صورت نماز ما و شما در کراهیت پیدا می شود. و خایدن نان هم یا خایدن یگان نمودی میوه هم، این هم خایدنش فرو بردنش نه، خایدنش هم در روزه ما و شما کراهیت دارد. مگر اگر طعامی که مادر برای کودک میده داشته باشد، اگر مادر خایده در دهن کودک بگذارد، اینجا باکی ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همون فرزندش میگذارد. لسواک و الکحل، اگر شما مسواک کنین، مسواک چوب هایی که هست، این دندانشوهایی که الحال هستن، اینا مزه دارن، اینا استفادهش فقط همون بعد روزتون که گرفتین سحر خوری که کردین، بعد همون دندانها را بشوین، این بهتر است از اونی که شما در روز میشوین، البته در روزه شما کراهیت پیدا می شود. لیکن مسواک چوب داشته باشین، این باکی ندارد. یا اینکه کحل میگد اگر زن سرمه کند، اسمه بکشد در ماه رمضان، یا سر خود روغن میکند، اینها بر روزه هیچ ضرر زیان ندارد. موی سفیدی که فانی است میگد، فانی گفته از 50 ساله بالا موی سفید فانی میگن. اگر موی سفیدی که از 50 بالا شد وای خودش قوت خچه میداند که خیلی برجامانده میشود، یعنی قوت روزه گرفتن ندارد، اینجا شریعت ما و شما چیکار میکند؟ چی حکم میکند؟ حکم میکند که همان موی سفید افطار کند، هر روز میخورد و مثل صدقه فطر هر روز صدقه میکند، یعنی 2 کیلو گندم چند سامانی که شود یا 2 کیلو گندم میدهد، هر روز 2 کیلو گندم برای هر روز خوردگیش خیر احسان میکند. اگر قادر شد و قوت پیدا کرد، بعدا قضا میگیرد. و ایلا اگر به همون ضعیفی و ناتوانیش از دنیا گذشت، همچون روزدار از دنیا سفر کردگی است. زنی که حامله باشد
این مسئله را من در اول خواندم به شما که زیرا که این مسئله مهم است. خیلی با دقت باشین. این مسئله در همه ما و شما رخ میدهد. زنی که حامله دار باشد یا کودک میده دارد که کودک شیرخواره است، و همه ما و شما معلوم است که شیر از غذا پیدا می شود. اگر مادر غذا نخورد، طعام نخورد، شیر کم می شود. شیر همون قوتناکی که در داخلش دارد، همون قوتناکی ها گم می شود و کودک ضعیف می شود، کودک بیمار پیدا می شود. اینا گفتم. پس یک حدیث به یادم آمد. تنظیم عائله خود یک موضوع هست که در قرآن ما و شما پیش از گفتار این موضوع را بیدار کردن در حکومت ما و شما، این تنظیم عائله خودش علاکه در قرآن ما و شما ثبت کرده شدگی است. در همون جمع ذکر می شود که اگر زنی که یک کودک می زاید و در بین تنفس نمی کند و سال آیندهش کودک دیگر می زاید، در این صورت برای همون کودک اول که در شکم مادر علاکه کودک پیدا شده است، علاکه قوتناکی شیر گم می شود. گفتم پیغمبر یعنی پی در پی زاییدن در اینجا من کردن که از حامله بودن و باز کودک شیرخواره باشد. این صورت کودک همان شیرخواره ضرر می‌بیند، زیرا تمام قوتناکی شیر گم می شود و شیر خودش حدش کم می شود. انا اگر زنی که حامله باشد یا شیردهنده باشد، اگر خوف برند بر فرزندشان یا خوف برند بر سلامتیشان، این صورت چیکار میکنن؟ یا بیماری که خوف میبرد که روزه بگیرم مریضم زیاد میشود، یعنی دردم زیاد میشود، یا مسافری که سفر کرده است، از 120 کیلومتر از خانهش بیرون سفر کردگی هست، اینها را شریعت ما و شما حکم میکند که اینها حق دارند که روزه را بخورند و بعداً از مریضی که خلاص شدند، زنی که تولد کرد، کودکی که مثال علاکه بوایه رسید، اینها یا مسافری که از مسافری به خانه خود برگشت، اینها در این صورت روزه را قضا میگیرند و فدیه نمیدهند. چگونه ای که اون موی سفید فدیه میداد، اینها فدیه نمیدهند. پای پیاده شهر نیست. اگر به سمالیات میره، به مرسیدس میره، به چیزی میره، همین 120 کیلومتر طی کردی تو مسافر هستی. ولی بسیار از همین عقیده در ما و شما که وقتی آدمایی که مثال سفر میکنیم به دوشنبه میریم، بعداً چیکار میکنن؟ همان 4 رکعت فرضی که هست، حالان که خدای ضیافت خدا از 2 رکعت گفتگی است، 2 رکعت فرض بخوانین. بعد چی میگد؟ این من مثال وقتم خوش است، مانده نشیدم، از همین خاطر من میرد 2 رکعت میخوانم. اگر 2 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو بلکه اگر 4 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو در اینجا در نزد خدا عاصی و روسیا هستی. خدا فرمان داده است در سوره نیسا، شما سفر کردین نماز قصر کنین، نابسته تو به ماشین میره، به اسب میره، پیاده میره، فرقی نداره. این ضیافت خداست، این حکم خداست، شما به جا بیارید. خب و صوم سفر لا یضر احب. اگر مبادا ما و شما به دوشنبه رفتیم، مسافر هستیم، حق داریم که روزه را در همونجا میخرید، حق داریم، مسافر هستیم. خدا فرموده است در سوره بقره. لیکن اگر دلتون نخواست، مثال تو سحر روزه گرفتی و بعد رفتی گفتی نه نمیشکام، این دم حق داری نشکام. در روزه حق داری، برای تو مستحب است، بخواهی بگیر، نخواهی نگیر. اگر گرفتی چی هست؟ هم قدر می شود که دیگر قضا، یعنی وقتی که به شهرت آمدی دیگر قضاش نمی داری. این ده